با وجود همچین موتورهای برقی خانوما دیگه کاملا راحت شدن. البته ما آقایون هم میتونیم ازش استفاده کنیم. موتور برقی 1000 وات وین هورس کاملا شهری و کاملا مقاوم. با این باکس بار عقب و جلوی بزرگی که داره شما حتی یخچال هم میتونی باهاش جابجا بکنی. این موتور 1000 وات نهایت سرعتی که میتونید باهاش راه برین 70 کیلومتر بر ساعته و با هر بار شارژ 50 تا 55 کیلومتر پیمایش داره. این سیستم تعلیق جلوشه، این هم سیستم تعلیق عقبشه. طراحی چراغای موتور برقی واقعا منحصر به فرد و جدیده، هم چراغای جلوش و هم چراغای عقبش که کاملا با جلو ست شده. برخلاف نمونه‌های قدیمی که ترمزشون با سیم کار می‌کرده، جفت ترمزای این کار هیدرولیکی و با روغن کار می‌کنه. مجهز به دزگیره که از راه دور هم میتونید روشنش بکنید. یه صفحه نمایش دیجیتال که بهتون درصد شارژ، مود قدرت، حالت پارک، کیلومتر طی شده و سرعت رو نشون میده. بوق و راهنما و چراغ هم که دیگه آپشن حساب نمیشه. چقدر تر و تمیز اومدن یه کاپ هولدر اینجا کار کردن که بطری آبتون میتونید توش قرار بدید. با وجود گاردایی هم که دور تا دور موتور هست، اگر بیفتین هم هیچ چیش نمیشه.